بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت. ما رسیدیم به یک حکایت و داستان دیگر از کتاب گلستان سعدی شیرازی در سیرت پادشاهان، حکایتی 23. این حکایت بسیار درس‌های خوب دارد. سعدی می‌فرماید یکی از بندگان عمرولیث گریخته بود. یکی از خدمتکاران پادشاه عمرولیث گریخته بود. عمرولیث دومین پادشاه سلسله صفاری است که به دست اسماعیل سامانی اسیر شد و در عراق هم کشته شد. یکی از بردگان و خدمتکاران این عمرولیث فرار کرد. کسان در عقبش برفتند و باز آوردند. مردم در پی او رفتند و او را اسیر کرده آوردند. وزیر را با وی غرضی بود. یک وزیر در آنجا بود که با این شخصی که فرار کرده بود دشمنی داشت. به کشتنش اشارت کرد تا دیگر بندگان چنین حرکت روا ندارند. گفت که این کسی که فرار کرده است را به قتل برسانید تا یک درس عبرت شود برای دیگران. بنده پیش امر سر بر زمین نهاد و گفت، آن کسی که اسیر کرده بودند پیش پادشاه سرش را بر زمین گذاشت و گفت، هرچی رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست. هرچی تو حکم کنی آن را من راضی هستم، زیرا تو پادشاه و خداوند هستی. اما یک مسئله را دقت کن ای پادشاه. اما به موجب آن که پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی. اما تو مرا ظالمانه میخواهی به قتل برسانی، اما من نمیخواهم که در قیامت خون من گردن تو باشد، زیرا من در این خانواده و در این خانه و کاشانه پرورش یافتم. اگر بیگمان این بنده را بخواهی کشت، به تعویل شرعی بکشت تا در قیامت مأخوذ نباشی. اما اگر میخواهی مرا به قتل برسانی، از یک راه استفاده کن تا در قیامت خداوند تو را عذاب نکند. گفت تعویل چگونه است؟ عمرولیث گفت که خب چگونه تو را به قتل برسانم؟ گفت اجازت فرمای تا وزیر را بکشم، آنگاه فرمای تا مرا به قصاص بکشند. گفت اجازت بدی من وزیر را به قتل برسانم تا گنهگار شوم و تو مرا قصاص کن. عمرولیث خندید. وزیر را گفت چی مصلحت میبینی؟ پادشاه یک لبخند زد و به وزیر گفت تو که میگویی این را به قتل برسانیم، حال چه دستور میدهی؟ مصلحت چیست؟ وزیر گفت ای پادشاه، به صدقه گور پدرت این شوخ دیده را رها کن تا مرا در بلایی نیفگند. گناه از من است که قول حکما را معتبر نداشتم که گفتند. وزیر گفت که ای پادشاه، به خاطر شادی روح پدرت این بی‌حیا را آزاد کن و اینجا عیبدار من هستم که قول حکما و سخن حکما را گوش ندادم که حکما گفتند چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به دست خود شکستی. اگر به یک سمت کسی که در تیراندازی و کلوخ اندازی ماهر است تیر پرت کردی، کلوخ پرت کردی، سنگ انداختی، باید دقت کنی که اگر سنگ پرتاب کردی با دست خودت سر خودت را شکسته ای، زیرا او ماهر است. چو تیر انداختی در روی دشمن، حذر کن کاندر آماجش نشستی. اگر تیر انداختی به سمت یک دشمن، منتظر باش، حذر کن که تا تو هم مقصد تیرهای او خواهی بود. سعدی میخواهد بگوید یعنی طرف را بشناس. اگر با یک کس معامله میکنی، اگر به یک کس میخواهی در حق یک کس ظلم کنی، طرف را بشناس. طرف مظلوم، مدافع مظلوم، کسی که حق مظلوم را میگیرد،
خداوند است. خداوند طرفدار مظلوم است و دشمنی ظالم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.